سلام دوستان، وقتتون بخیر. من تصمیم گرفتم یه ویدیو بگیرم چون عهد کرده بودم روزی که بتونم ضررهایی که توی سایت های دیگه کرده بودم و توی دنس جبران کنم، تجربیات خودم رو در اختیارتون بذارم تا به سهم خودم کمکتون کنم شما بتونید ضررهایی که کردید رو جبران کنید. فقط قبل از هر صحبتی بگم که این مواردی که بهتون میگم، این قلقایی که بهتون یاد میدم فقط مختص سایت دنسه و تجربیات خودم توی 1 سال 1.5 سال که توی دنس بازی میکنم هست و اون الگویی که خیلی مهمه و درآمدزای بهتون میگم. انشالله شما با یه تلاش و پشتکار و وقتی که میذارید، تحلیلی که میکنید نمودارا رو، بتونید طبق این الگوها برنده بشید و رقمای حتی بالاتر از این انشالله به دست بیارید. خب بریم وارد بازی شیم تا من چند تا از الگوهای خیلی معروف سایت دنس رو بهتون بگم. خب بچه‌ها دقت کنید تاریخچه بازی رو. الان طبق الگو یه قرمز اومده، یه سبز، دوباره یه قرمز. خب طبیعتا الان بعدی هم سبز میشه. حالا برای که ببینید چه رقمی میشه، دوتا قرمزا رو عدداشو جمع کنید. ببینید 2 تا 1 میشه 2، خورده هاش هم تقریبا میشه 1 میشه 3. این بین یه چیزی بین 2 تا 3 بهتون میده. و ببینید دقیقا روی 2.25 بسته شد، همون چیزی که بهتون گفتم. خب حالا تحلیل این قسمت خیلی ساده است. یکی در میون قرمز سبزه، بعدی 100% میشه قرمز با توجه به الگوهایی که داره اتفاق میفته. ببینیم حالا روی چه عددی میره. ببینید روی 1.44 قرمز شد. خب بچه این دست یه نکته خیلی مهم داره، این که بازی کردن توی این دست میشه ریسک، یعنی یا قرمز بهتون میده یا یه سبز خیلی بالا. حالا اگه ریسک پذیرید میتونید شرکت کنید توی این دست، اگه محتاطید میتونید نذارید. ولی میگم دو حالت بیشتر نداره، یا یه قرمز پایین بهتون میده نمودار بسته میشه، یا یه سبز بالا. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه سمت راست رو ببینید، قسمت برنده ها رو. درست حالا این سایت سنگین بازاست، ولی با هر بودجه‌ای که دارید میتونید اینجا بازی کنید. ببینید مثلا طرف وسعش مثلا بوده 120,000 تومان، 128 تومن کاشته، 189 تومن برده به همین راحتی. و نگاه یه نفر مثلا 64,000 تومن کاشته، یعنی مهم نیست حتما شما بخواد میلیونی بکارید. ببینید الان این دقیقاً روی 9.64 بسته شد. خب بچه این دستم حد زدنش یکم مشکله. بعد یه سبز بالا 85% دوباره بهتون سبز میده، ولی حالا اینکه چه عددی میده رو مشخص نیست. اینش میتونید بذارید این دستو و ضریب پایین بردارید، مثلا روی ضریب 2 ببندید، عالیه. دقیقاً ببینید روی 2.70 بسته شد. اما اینجا خیلی مهمه، وقتی که الگو داره کاملا طبق روال اتفاق میفته، یعنی یکی در میون قرمز و سبز میشه، آخرین قرمز توی نمودار رو نگاه کنید که اینجا 1.44. اگه بعدیش یه دونه سبز رقم بالا بود که اینجا 9.64 هست و بعدیش یعنی بعد اون سبز بالاییه یه سبز بین 2 تا 3 بیاد، قطع به یقین 2 تا دست بعدی 2 تا سبز خیلی بزرگ بهتون میده. یعنی اینجا دیگه جا داره که سنگین بکارید و مطمئن باشید سود خیلی خوبی هم میکنید توی اینجا. پس اینجا دیگه احتیاط رو بذارید کنار و کامل بازی کنید. و توی همین مدتی هم که بچه‌ها دارم الان رکورد میکنم، اگه دقت کنید نزدیک 90% برد داشتن بچه‌ها. و فرقی که میگم دنس با سایت دیگه داره اینه، قلقاشو یاد بگیری خیلی خوب میتونی از توش برداشت کنی. و این نمودارم با این سرعتی که من دارم میبینم میره، به نظرم میره تا بالای 20 احتمالا بهتون بده. ببینید روی 25 و 96 بچه‌ها بسته شد. حالا حساب کنید اگه 1 تومن کاشته بودید الان 25 میلیون تومن برده بودید، و یا اگه 10 تومن کاشته بودید الان 250 میلیون تومن برده بودید که رقم واقعا خیلی زیادیه. و حالا طبق صحبتی که کرده بودیم گفتیم بعد یه سبز بالا 85% دوباره سبز بالا میده بهتون. این دست راحت میتونید ریسک کنید، ضریب بالا ببندید و مطمئن بشه سود خیلی خوبی هم میبرید. خب ببین همونجوری که داره این نمودار میره، این آقای کوردبوی هم که اون بالا اسمش هست قطعا تمام این قلقای سایت رو حفظه که تونسته به این رقم ها دست پیدا کنه. خب بچه نمودار رو نگاه کنید. سبز ها همینطور که میبینید سعودی بودن، پس به نظر میاد این دور هم سبز بالاتری بهتون بده. به نظر من بالاتر از 25 میره. حالا بریم یه مقدار جلوتر ببینیم روی چند وای میسته.
ببین همینجور که دیدید روی 36.07 وایستاد. حالا حساب کنید طبق اون الگویی که بهتون گفتم 2 تا سبز بالا میده، الان اگه 2 تا رقم بزرگ کاشته بودید 2 تا برداشت خیلی خوب کرده بود. یعنی 1 میلیاردی که میگم چیز عجیب و غریبی نیست که بگید بهش نمیرسید. چند تا قلق دیگه هم بچه‌ها هست که توی کانال تلگرام دنس گذاشتن، اونا هم واقعا بچه‌ها جواب میده. یعنی از اونام استفاده کنید، بالای 80% من ازشون جواب گرفتم. خب حالا بریم از لیست برداشت من یه نگاه بکنید. خب ببینید بچه‌ها، اینجا من وارد بخش برداشتام بشم. خب ببینید این لیست برداشتای منه که خوبی دنس اینه که توی هر ساعت شبانه روزم بخوای، از زمانی که درخواست برداشت میده تا زمانی که واریز میشه برات خیلی تایم خیلی محدودی، یعنی خیلی سریع به حسابت واریز میشه و میتونی استفاده کنی. دیگه صحبتی نمیمونه، فقط میمونه که شما برید تمرین کنید و انشالله خبراش بیاد و ببینم شماها میلیونی پول زدید به جیب. موفق باشید و خدا نگهدارتون.